وزن از 100 کیلو بالا در جهان تیمور رحیموف در بخوری فینالی به میدان میآید. با انتظار نشویم و این لحظه های خواهند بود که برای تیموری پهلوان از همه بهترین اگر مدال طلا گرفتیم باز یک قهرمانی دیگر در دوشنبه گران پری دушанбе اشتراک بگیرید. ورزشکار با جلوگی سفید از جمهوری تاجیکستان تیمور رحیمov. از جمهوری ورزشکار با جلوگی سفید از جمهوری تاجیکستان تیمور رحیمov. از جمهوری
Aslanın güzel dışı. Let's welcome the winner and the gold medalist for the men's over 100 kilogram category in blue judogi, individual neutral athlete Temur Raҳимов. Инак, барандаи медали тило, варзишгари инфиродӣ бетараф Темур Раҳимов. Аз ҳозирин хоҳиш мекунем моро тарк накунед, пас аз чанде маросими ҷоясупориҳо оғоз мегардад. Варзишгари тоҷик баробари мадад барои медали нуқра табрик мегӯем. Қасдакои шумо. Ladies and gentlemen, highlights of the last final. You can see on the big screen. лаҳзаҳои муҳими рақобат дар экран. Dushanbe Gran Prix gold medalist in heavyweight category, individual neutral athlete Temur Raҳимов. And the silver medalist in this category, Темур Раҳимов, Tajikistan. барандаи медали тилло варзишгари инфиродӣ бетараф Темур Раҳимов ва дорандаи медали нуқра варзишгар аз ҷумҳурии Тоҷикистон Темур Раҳимов. Dilbar Rahim Odilzoda. Ladies and gentlemen, please rise for the national anthem official anthem of the International Judo Federation. Now the anthem of the International Judo Federation.
you very much. Family picture with the VIPs and the judoka. Well, there's our last look at the podium. The winning quartet from the plus 100 kilo category. Magomed Umarov and Kazibayev were the bronze medal winners. Rakhimov took the silver. It was Bashayev who walked away. با همین ترتیب دوستان گرامی بار اول و نخستین مسابقه گران پری شهر دوشنبه با پایان رسید و دسته منتخب تاجیکستان پهلوان تاجیکستان توانستند در حساب دسته‌ای در اون جای اول رو صاحب شوند. 3 مدال طلا، همچنین ما 3 مدال نقره و 1 مدال برنجی گرفتیم که این دستاورد از همه بهترین در تاریخ هنرنمایی جودوچوی تاجیکستان در گران پریکس ها هست. البته ما خیلی خوب در یادمون موند که چگونه اوبجیبوف اولین مدال طلا رو به دست آورد، سامان ملاتبکوف و امروز اوستوپریون. کامران اوستوپریون هم حریفش بسیار دشوارگذر بود، اما او توانست مدال طلا رو به تاجیکستان رو. چیز دیگری رو هم میگم که ما البته 4 مدال طلا رو انتظار بودیم، اما توانست 3 مدال طلا. بهترین، یعنی از همه سخت‌ترین پهلوان در وزن 100 کیلوگرم بولو تیمور رحیموف در آخرین مورد نتوانست این مدالی که چهارمش رو ما انتظار بودیم به دست آورد. و هر نوع به این نگاه نکرده ما پهلوانی ما جودوچوی ما توانستند که خولها رو برای برآمدن به بازی‌های المپی سال 2024 که در پاریس می‌گذرد دسترس کنند. با خاطر اون که این قصر تنیس و همچنین مجموعه ورزش آبی یک از ورزشگاه‌های هست که برای ما بهترین خواهد بود. کدام گران پریکس یا ورزشگاه میتواند اینقدر مدال به تاجیکستان آورد؟ مبارزه باید بود. و پیش